لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شاباش. يعلم. همسایه 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 محبر چی بابا چی تار چرینتی چی روتی داره نره مردم بفسی برو ندارم مسکه کی دواره همسایه چیه؟ ماسوک بچه کبوتری که مجاله بگی دور ده بالا ندارم کجا؟ اما پوشتین تو بچه ماما اما پوشتین آنا پوشتین تورسه کبوتری که تورسی نی تو بچه تورسه آیسی کبوتری خب ولی من ترسا برو تو دوار بچه یکی دیگه دی ها کبوتری نه بگو بیا بگی دور دم بالا ماهیه جانم یه کپوتی بشه حیاتا کپته یه مردوی برزگاه کپوتی چونه مردمی دیدی ماما بسم الله الرحمن کپوتی چیش مالا شما نزنه سر زور مردم و مچوابن ساعت 3 مگه سر زوره به چیر داد و بیداده کنش ما اما کبوتر بیزامه بگه دور ده بالا یعنی واشتره بردم نی پیس وابن توارو تو جل کن کجام کپوت چونه کب گیرینی پرانی و سیسته پرینی متورس بگه دور ده بالا ابا تورسه متورس های کبوتر شیری و نه تر نوا زهگان چون بود زهگان چی بود چی شما باشه کپوت تراسته کپوت لال جان اما کبوتر بگه دور ده بالا خیر بگنده نه تجارت نکاش سر زور داد پیدات پی کپودری هو هنوزان چی بوده تو اصلا به چی حقی تدار مردم چاره ما سربان وطنو چیکار با بام مردم دارم برانگو که الان صده زنگ جنو اصلا تر چیکار راته سردار روزاتو نه خانم به اجارزهی به تو هیچ ربطی نی به من چی ربطی هستی؟ من سر زور و پا کرده ده دوار من چاره سردار مردم رو هوشته الان که زنگو جسد ده برو پلیسیه دی کچی بکر ربطی هستی هیچ کاری نتونه بکنه برو بابا آنگو
من چی سر دیوان مردم روه ته حیات چاره گوشی مرکه بو گوشی همه داد همه الان تلان کجی گوشی سر دیوان مردم رو پتو چی من چی قانون نی مگه مملکت بابا محفر در پاکم چکی سلام عرشه داترو برو پست بگو بیا ندرو بابا موبایل من تو ندی؟ نه بابا من نزدم دو وابد من محفل گسه داده بابا روزاتون یاد داده پا گوته کار داری حتما بنده خدا دیستا کتی سر یادش ما رو گوشیده ها مرده که پر رو من گفتی ادوار با تو سر حیاتو تو به تو چی؟ تو بگیم دو ته دوار با تو اختیار دوار و تو نوش به تو چی؟ سلام علیکم جور روزاتون سلامته بر پمایی هاته سربام این مرده که هنچی پروی ته دوار مارچاری علم صده زنگ ساکتر کار نیستی ببخش من برو آی منی براتت براتتی؟ ها تازه زندان آزاد بوده جایی نداشته برو یا تو دوشو گرمه آی جانبم کبوترانند اک زنگت من دیم داته اک تو به پلیس داده زنگ نجی تا زنگ ما جا ندارم زندان؟ یه شپی همسای ما سربانان بوده آی واشت بلکن دوزی سر کپته سر رندکان داده کپته جلد به پوز پروشته پولی نبوده بودن رفته زندان نه اگه زنگو نجته باشه زنگ نجنم باشه یالله سلام علیکم علیکم جوری سلامت بوی سلامت آجی داره سلامت بو خدا حافظ سلامت بو خوره ادریس جامک اسپیچ شلوار گلابی ایچ نو که تیپی ماشا اوه برتیه ای بابا حاجی ما روی چیگیم پوچ شدم باز دیه ما رفته چو شهر روک تره چاره باره چه رنگی پوچ برته همه زود تحویل تده شغریاتی تده پونس نده پروشته برتاد کپودری بندو دا گرینده پونس؟ کبوتر؟ ها مرده که سر دواره کپودری کفته ته دوار ما توار چره چی حالی تی کپودر رو من نه تو هر چی ریستون گرگ نبی و بیابر شما بگیری بده تی دینی کلامی ده تا بعدا چاریان دماغ تر گوشو چیه کبوت شما نظر من کبوتر حساسیت ها چونه که حساسیتت ها هر وقت حیال آیان کپو من صبر گیبته بابا ادریسان تو باید بیابره تو بگیری بده بره تا بره حاجی بره ندارم سلام چطور شد حال تو به منتوارم دست درد مکن شاباش خب این که یارت دست درد مکن چی لوٹیادگرانو بگنده؟ آگه کپوتانه؟ ها دوست داره؟ ها از بیا تا بیا بیا تا والا بفرم بریش؟ نه تو نگه کلاو که آپا که باز بورن مریضه من دیه من نبوده دا یک شبه میده ما خیال کرد دیگه راحت گنده همسایه سر کپته سر ما گبال که درجه دوزی سر کپته سر ما دنبال داد سر چیر بوشن و دیوال آدیم دبل پونزانی پروشتن دول نه بابا چما پی دول پا ما پیم بو ماش بو به زندان چپیم تو رفت زندان یاگه؟ آره کیسه که سورا که دیگه بود دیگه حالا وی که رفتن جوجه موجه لاتین جوجه دارم باره بارش کد باره یه در کم چهار نشته بله کم آفی دیگر یارو کجا شیر باره میده کم آفی دیگه بیارم آنه شیر دواره گوار نمایاته دا گوار تا هم دانه
آی ترا هیلی پا کفتر بازی؟ مشکل نداری آی چونیلی؟ چی؟ ها آی زاغی زاغی ایشی زاغ چشتی هایی بچی گوشن تی زاغ سیاه این دیگه گوشن تی زاغ چی مگسی گنده چی مگسی بچی سور ریکچوش گواته بچی؟ چی؟ ها شیخان چایه وا بچی رام بتاگی نکن مروچی همین که نفست کشته همین که صبر شده تکشیر پاک همی همسایگی هی فکر مار نکنده یک کپوتایی داشته رضا یه بدبخت بیچاره مثل من به کپوت حساسیتی هسته آنجانی کاری نه یارتا کپوتانو کوتی سر کپوت بخشش بیان جلورتون زانی باره بمی کپوت دانی بابتا رو تو برن دکتر نه من خوب نبود درمانی نیستیم تنها راهی همشه که باش تو بلند بره تای کپوتا هستیم این دیگه مش همسایه کپوت یارتا کوتی سرا دیگه مش ما بلد دنو برن پا دیگه گسی نه گودا بلند هم دو تما سلام علیکم سلام ناکجا شا کوچه و سرطه یه دره دا پا بی صبرانی توار پکته تا سردین کلگی مشنشی بارته نه کلگی نه حساسیت یاد کرده نه که مش همسایه گروزاتونی براس کپوت یارتا کپوت نامه می بیمرادن نامه اما کما که یارتا حساسیت داری تناکب ماما بسم الله من تا یه چیز ندیسته والله ماشین برین دکترشی خوبه نبین بلد کپوت یا الله بابا پس زحمتت کشتم سلامت بده کپوتا مردس خیر بیا مشکل نداره بیا چوشی مگه چوشی گرهشی ازیت نبید یه دانه چوشه کایی گره این دوین لنکوکان چوشیش بکن چوب بگیری چوش بدار تی دست دیگه ایوان آزار هیچ ازیت نبید بیا آنچو الان درست یادت که همشیه داشتی لاتین دیگه یارتا دشمی تیرانی که ملاق جنه شامانت هم کف بشه بپوش ملاق هم جنه؟ ایشان نه ایشان ملاقی نه ایشان کجای ایشان ملاقی هست؟ ایشان هیچ کجا ایشان تازه یارتا یه تیم توره که ایشان انشالله جلدش بکنی بیا تو شهر الو بچی؟ مروچی حال و واش نه بگه نتونتم بی نه مدارو رو دکتر باش آبی برد کو ببرینجا؟ نه روزاتون مروچ نیادن؟ نه بیواس
شدی براسه شرمندگیه کاری کن براسه بدبختی شدی تو توی چرک ناکوی نفس است ماشه صبح داری تو یخچال 10 بار پچ بنده کنی بیدم ندیده جاش آماده بیته منشین مرض یخچال پاچکنگی گرفته یه مرض درمانی نداری مریض حیران و سرگردان یه آشپزخانه تا یخچال درا پاچکن فقط چی گندی؟ یک کوشکن رو بی فدی یخچال درا بندی هر 20 دقیقه ای کارا تکرار کن اینو محبر جان و منشین یه مرض گرفته ها؟ مرد ما كنت هنجه هو غالي تحمل منك تمام من کشتی منم دیگه چیزی فکر کن بهترین چیزی فکر کن نبی براسه نبی مثلا نبی تشاه از نبی یه مپوچان سوی ما سربنده کرته بیمراد کپوتو چون ببخشید بی خدا حاجت اگم مگ ما زهره کنیم رندانو من چو عذابی ششی دستم الله هیچ مصیبتی اون نسرک نظام بابا من لوگا که بده لونگا چون کنه حاجی ماشینه که بابا که پودر هنچ به سبر هنچش کرده از زورگی نه شو میری ماشینه من بنشان پدرم شو مرد هیچ مصیبتی دکتر نره نلوی کی دکتر اوه نکن نفسس زنگه سلام چطور دیدن تو بیا سلام بیا تمام کسی نیست؟ نه هیچ کنی بیا بگو بله دیگه همیشه ایوان باید دانی بده آبی بده جای تمیز بکنه رو پگلوتی چی سکان نه اینکه بیان چاک من برو تلفن جواب بده بعد الو الو سلام چون گهتر بتگی یا نه نه حال واش نه اگه تهلیه پون کجا دوار او خیلی خب من تهران نزدیک کن دریانی نه من دوار نه نه که تگو من تهلیه پون وات تگو ما آخه یهتون دوار یکی سنگتانو نه که دوار ما استیم کشی کتر کجا رفیقه دوار میرداد او خیلی خوب اگه سه آدرس من بلدم تا 10 دقیقه دیگه من مویدم نه بابا زحمت مکش ما واشون نیای ها نه بابا چه زحمتی خدا حافظ چون ما گویه تو که نوارده تیموشی بی باشم ناکو تو لوچو که کنه؟ مکت کن منم عادی هم بعد تو گونی پین کنی وری ماشما گونه اتوک؟ شپی شپی جو کنی؟ نه پر رو هاشی گرمی شب باشم الله بدبخت بود تو مربی خدا مکن پچی مربی زنگی جهلان ادریسان تناد تو نرفته ندارن ایوان بگه تنه کپته کبوتر بگه تسرا همسایه کپته شیر پام پینه بی دیگه پدا تو نه سنبال چی کیه چیه؟ چی بوده الله پادم مرتو الله مرتو ادریسان چی بوده بسم الله کنه بابا چون کپتون جا میرداد خدای بندک تو پشت سر دیوالا کوب کو مادر عرفت پاچه کو ادریس جان بلکه سر تیاره ای کپته بابا زنگ زنی اورژانس ها بابا زنگ اورژانس یه پارتی زنگ زمانه چون که کپیلار ازیز ای بالا رابطه کپوته بگرو کپتون جا یه کپوت مرض بیچاره گرم یواش سب کنه اورژانسی تکم
تکان میدی برم وقتی هم برم جان میرداد باد پروشتا آه میرداد نه بی به تو نتونم بازی بکنم راه بید بابا چی برجان سلام علیکم هواش من داد هر شما خوبه خوبه شما سلامته زمان خوبه خودت خوبه خیر ان شاء الله سلامتی من یک خبری داشتم به شما من زانیش کپوتم باز پیش ما مهمه ولی باور کنم من زندگی وش کپوتم پاک هور تا هور بتگم من پیش من آقا احترام هلی ولی شما لوتین اگه بیته شما دی کپوتان یک جای دیگه برد من یه حکا نداری که برش ما نبدین ولی به عنوانش میگوارتین گواراش شما خواهش داری چشم داده جان هن کتای تگیگی سه دفعه منا داره گوشه درست این چوشه گواندی هیچ که نبوده منا بگوشه یا بنینی گوام خبر بدم یا راهنماییم بکن هر کس سیل کردن چش خودی چش دوستان چش آشنایان سیادان تمام به چم یا خلافکار سیرش کردن کسی نه بگوش این کار درستین یا این کار اشتباهین یا این کار نادرستین این راه درستین برو یا مرو کسی نه ولی هنو که یارتگه ایگی سه دفعه نداره گوشه احترامت داشته بر من هیچ زمان بیوشه نکنه و هنونم که این کارا رو تکورتا پس منم یک کار پتا انجام ده که بچیم زندگی سرم هیچ زمان تأثیر میلی هیچ موقع شما راجع راضیتی مرسی منم ایشان هنچین جایی برین رسینین و یلیش دین آزادش کنیم به امان خدا انشالله به خدا امیده که هیچ همسایگی دیگه آزار مگنید آنجا اول پتی احترام و پتی چادر احترام که یه عطیه ده برمت احترام منم یک کارا کنم خداش من عزت ده بخشش بی براست خدا پیش